یکی از بهترین راه‌ها برای اثبات اینکه یک مسیر درسته اینه که آزمون و خطا پس بده. یعنی شما با تکرار و تمرین و آزمون و خطا بدونی که اون مسیر درسته یا نه. حالا دانشمندا چطور برای یه سری از اتفاقایی که بسیار بسیار گرونه، بسیار بسیار پرهزینه است، دارن آزمون خطا میدن، درست میکنن، خرابش میکنن؟ نه، از مدل های کوچیک و از مدل سازی استفاده میکنن. توی جهان هم، جهان این دنیا و اون دنیا دقیقا همینه. یه مدل سازی از اون جهان اتفاق افتاده، ماشین کوچیک، ماشین، انسان ضعیف، مثلا انسانی که با یه گلوله میمیره، انسانی که با یه تب میمیره، انسانی که با یه بیماری کوچیک میمیره و تاریخ پر از این هاست، پر از انسانهایی که اومدن و اینجوری بگم با کوچکترین چیزها و تقدیر به اصطلاح به رحمت خدا رفتن. و مدل همینه. یعنی شما تصورتون اینه که مثلا خیلی میگن که اون دنیا مگه مثلا بنز و پورش و اینا هستش؟ اون دنیا انسان به کمالی میرسه که میتونه هر چیز رو در بهترین لول خودش بسازه، وگرنه خیلی ها با همون بنز، خیلی ها با همون بهترین ماشین ها، خیلی ها با همون ابزارها توی همین دنیا کشته شدن با کوچکترین ضربه، با کوچکترین اتفاقا. یه نفری که هواپیما سوار میشه با هواپیما سقوط کرده. یعنی به این ترتیب یه مدل سازی اتفاق افتاده. نظر شما راجع به مدل سازی خدا چیه؟ مدل سازی خوبی هست؟ دوستش دارین یا نه؟ دمتون گرم. یا علی.